یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. حالا یادم بیاد الان میگم. ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. آمریکا تا ما رو همه چیز رو از ما نگیره، دست از ما نمیزنه. اینا تازه ما وضعمون خیلی خوبه. تو خوابم من نمیدیدم مثلا یه روزی اینقدر حقوق به من بدن که دارن میدن. اما اون چیزی که باید از رو کاغذ بخونم، چون من وقتی از رو کاغذ میخونم خدا وکیلی خودم خرابش میکنم. حالا به اصطلاح آقای